روز سهشنبه فدراسیای فوتبال پرتغالیا گفت کرونا ویروس با کریستیانو رونالدو حمله‌ور منتخب فوتبال پرتغالیا و دسته یوونتوس ایتالیا سرایت کرده است. با گفت همین منبع این ستاره 35 ساله فوتبال خود را خوب حس می‌کند. سرایت کرونا ویروس یا خود بیماری کووید 19 را بدون مشکل می‌گذراند ولی 14 روز آینده در کرانتین خواهد بود. رونالدو در قوازمایی پرتغالیا بر ضد شویتسیا اشتراک نخواهد کرد. کرونا ویروس به دیگر اعضای منتخب پرتغالیا سرایت نکرده است. هواداران فوتبال امید دارند که تا 28 اکتبر رونالدو شفا خواهد یافت و در چارچوب جام لیگ قهرمانان اروپا در قوازمایی دسته‌اش یوونتوس با بارسلونا اشتراک میکند. کاپیتان بارسلونا لیونل مسی رقیب اساسی رونالدو می باشد. سال هاست که این دو نفر برای عنوان بهترین فوتبالباز روی عالم رقابت دارند.